پاشید بابا پاشید. چی شد جاده باز شده؟ نه ایربگتون باز شده. با من آماده شید بریم سفر. سفر چی؟ سفر آخرت دیگه، من اسرائیلم. ای دهنتون سرویس، چقدر بهت گفتم درست رانندگی کن. بابا انقدر با هم بحث نکنید، من 2 تا پروژه ایربگی دیگه دارم، باید بهشون برسم. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ الان حرکت میکنیم میریم پارکینگ، بدنتون توقیف میشه، آماده مصاحبه میشید. مصاحبه کاری چقدر خوبه، اینجا آدم راحت‌تر کار پیدا جسد می‌کنه. باشه، فقط بیمه هم داره؟ مصاحبه کاری نه، مصاحبه با اعضای بدنتون. احتمال اینجا کبداتون حرف واسه گفتن زیاد داره. ای دهن سرویس، این آدم هر چی میخوره خودی میخوره. با مار تو آستینمون پرورش. اگه روندتون خوب پیش بره ان شاء الله تا امشب پاسپورتتون هم میاد. پاسپورت چیه دیگه؟ بخوای پل استراتژی پاسپورت میخواد دیگه. فقط من اینجا کد معرفتون رو چی بزنم؟ ببین من هنوز خیلی با این روالتون آشنا نشدم. این کد معرف چیه؟ همون که باز شد بیاد این دنیا. آها علی پشت فرمون بوده، فکر کنم علی بنویسه. فقط یه چیزی، ما یه فامیل داریم که یه جوری با شما همکاریم، یه جوری هوای ما رو داشته باشه. چیکار است؟ تو خط تولید پرایده. نه ما اهل پارتی بازی نیستیم اینجا. ای واجه این دنیا هم به درد نخور. چیا به درد نمیخوره. فقط شما اهل عمل که نیستی. عمل نه بابا، چه عملی من شیما